خوب استی بخیر استی جان جون نزدیک دی پوقانه بیاب شده بودی وطندارای عزیز حاضرین در تالار بسیار زیاد خوش آمدین تشکر از استقبالتان و عیدتان مبارک عید خوش برای فرد از این وطن آرزو میکنم بازم یک چک به افتخار در انتظار نمیمونم شما را دو مهمان داریم یکشان جوان مقبول زیبا خوش صدا این موی تا کمر و یک مهمان خاص داریم که اسمشان نمیگیریم خودتان میشناسین با چهره و نام و کارهایش آشنا هستین و مهمانی که براتان معرفی میکنم محترمه مینا وفا السلام علیکم خوب هستین جانتان جور تشکر بخیر هستین بفرمایید باز عید آمد و شد پیر جوان خوش و خندان مبارک این عید قربان به همه دوستان مبارک سلام علیکم خوب بخیر جان جور ایام شریف داخل جا و غازی طاعت عبادات قبول خوب هستین بخیر جانتان جور بفرمایید بسیار خوب مینا وفا را میگیم خوش آمدین و عیدتان مبارک تشکر عید شما مبارک و برای تمام بیننده های تلویزیون یک اول سلامای خود تقدیم میکنم باز در زین تالار کشیدن سلامای خود تقدیم میکنم با تمام هموطنان عزیز خود عید قربان است تبریک میگم پیشتر قال مقال بود یک سلام علیک عید مبارکی بکن برو بچه منجا یگان بمبیه و گیر کوی ولی را ببر خوب قدش بلند آمد که برات بمبک و سر کلیت هم یک او بگیر سلام یک تلویزیونن گرشلاره عید قربان بر همگان عید مبارک ساق بولن یخشی بولن بزمنم بولن توجه قرسن تازه خبرlarga har kun vanta gamishim burada yartan utup Tojikistonga o'tlaqni borg'i chede yekis keldi yekis kamda mutib qarg'ina borman Pakistan me YouTube me qarg'inirman توجه قرسن ترجمه بولمن ترجمه میگه یک نفر 10 دانه گومیش خدا گرفته رفت تاجیکستان پس که آمده که 10 و غرق شدن 3 دانه کشیدن پشت 7 دانه گومیش دیگه که پایین شدن با جای گومیش های سیاه دیدن پاکستانی های سیاه را کشیدن بچه همینجا سیاه و سفید میگی تو خو یک روز هستی میمان هستی من اینجا سال هستم یک دور از آزرا یک چیز بگو سلام علیکم عیدتان مبارک عیدتان مبارک خوب هستید جلالی صاحب دار بود عید مبارکیتان بفرمایید جلالی صاحب گر احترامم کنی احترامت کنم گر احترامم کنی احترامت کنم ورنه آنقدر فکایی بگویم به یک لنگویزانت کنم سالها گشتی با آبرو تو نشه که در یک برنامه بیابت کنم ای عزیزان با خبر یک زن نو میکنم
ای عزیزان با خبر یک زن نو میکنم روز خود را با گلببو کی شو میکنم. بچه کی را میگی تو؟ گل بابا کیست؟ دو دفعه گفتم دور از آزرا بگو. گل بابا کیست؟ خلاق دیوال طرف شمایید. آفرین. خب بخیر هستین؟ بس تشکر، زنده باشیم. در روز عید زیاد خوش می باشی یا در غیر عید؟ خب دیگه همیشه که آدم خوش باشه عید است. اوه این یام شکم برام. از خاطر می خوردنی ها و یایش که کامل هیچ سر و صدا ندارن. نه. خب یک بچه یک دختر میبره رستوران برای نان خوردن. جانگوره. دخترم بچه میگه یک گپ برات میگم. دختر میگه بگم. باز میگه نه تو خفا میشی. باز میگه یک گپ میگم. خود دختر میگه بگو که چی میگی. خب گم من زن دارم بچه دارم. گفت خار خدا شوی. من فکر کنم پیسه نان نداری. والا بی پیسگی خود افغانستان آمده وقت میگه کدام زنکت از سر قبر گریان میکرد. الا شیر آقا اینا دختر تیت بود نداره بچه تیت لباس نداره اید آمد در خانه میچیز ما هم چیزی ندارم. یکی دیگه تیرش چی میگه؟ خالای مرده یا دبی به تجارت رفته. خب یک کاکایی ما میگم. خوب است. مقابله خدا شروع شد. کاکا صفه داده. یک معلم از یک بچه پرسان میکنه میگه چرا ریش برود نداری؟ گفت والله طرف بابایم رفتم. خب کدام نفر از طرف اطراف مرغ ازی مریض شد آوردش در شار با فروختن گفت بیا سر مردم شار میزنیم گفت یاد ساده تر بایستن. اینمی بود. نه ماکیان بوده ماکیان بوده. ای خراس مریض بود که سرش پایین وقتی که آورده که رفت از اطراف تا بیجه که فیره برش کرام دادی خو مریض است میمره. مریض نیست ای میشرمه. نسوار هم معمولی انداختگی بوده. خب یک فکایی ما بگم. خب اصلا خواندن هم یاد داری یا نه؟ بله یاد دارم. خوش. یک خر میره پیش پدر خود میگه پدر کل خرها عروسی میکنه تو چرا عروسی نمیکنی؟ گفت هی بچه مگه عروسی نمیکرد و مثل تو ولی خر پیدا نمیشد. یه خوب است آنها کم کم تیل مندازه خود تانکی خالی داره. دمی هر تانکی میبینه ای دور پارتی یک 10 لیتر بادار. هرچی میخوره چاقم نمیشه. میشه تانکی غار چاقی را باشه. خوردن نیست. این کجا میره راستی آقا بیا در خونجا مینم تو بولانی رفته هشت میخوردی. تو باش که خوردنی های خدا بکشه. لیمو. والای خب طالمان دختری را میگیره. هنی واجت پخته کردن نیست گوشت لیمو کلچه بیار گرد ورد خوردن. یک عادتش خوب است که در وقت خوردن گپ نمیزنه. بله جلالی صاحب جا میخورم که بیادر قد نگرد این تو از بخوری میگیره. تو این حالا که بخوری الا دیگر دم دید برسه. جلالی صاحب کدام خوب است که در بند موسیقی خالد جان اینجا کدام سرنه والا نیست. لیمو را میخوری که حالا دانش از نوک سرنه. ما گفتم خیلی سر خالد جان میگه والا اگه خود خالد هم خدا گرفته باشم یا تو دانش او میزنه یا یک تکه قیره و قرط میکنه. در زمستان خالد جان که خنک میخورنه این رقم خدا میگیره فقط بانجان سیار خوش کنی. جلالی صاحب عجب
نوبت خودت است. نوبت ما که است. وطندارای عزیز خیلی خنده کنی حتما. یک وقفه کوتاه. وطندارای نازنین باز هم شما را خوش آمدید میگیم. داماد آمد. سلام علیک. یادت رفت یک وقت شنیدیم که میگی یار لوی شیوه نه. اما تو یک چیز خواندی یا در خود نبودی؟ برای جلالی صاحب واقعا در خود نبودیم خیلی. او بیادر گشنه نشده باشی بخو. شما دور هستین؟ نه نوشتن تو نیست که برای یک مهمان است. شما نه بعد از این کافی. والا دیگه این پسر رو پیدا کن. خدای بچه و هر روز خواد خورد ما خودت تو روز یک روز خواد دیده باشیم. جلالی صاحب کدام افغانی از پاکستانی قزار بود. بلش ماجرا. خب پیش از او یک فکایی به این میگم. برای من؟ آه. به این نگو. برای بانو وفا. با خانما میگم. برای فقط بگوید اینال خود تو. جلالی صاحب اینمی تو که یک تارموی فرقش نماند. تشویش نکو جلالی صاحب. میگه کدام دخترک کدام بچه دختر دوست داشت. آخری به دختر گفت جانم قندم نام تو را در گل نوشتم گل رنگ گرفت، نام تو را در دشت نوشتم دشت سبززار شد، نام تو را در درخت نوشتم درخت پر از شاخه شد. آخری نام است یا کوت کیمیایی. تو جلالی صاحب یاره دور میمانی که آقا بدر نخوره. خودت خو خورده میری که باش کمید شو مگه مردم میفهمه که چقدر چشم گوشنا آدم است. خوردن همه کس میخوره. دیدی تالت یک آدم؟ به افتخار شک باید کنیم. یک هفته ها بیار که زردک بشه. دلبد ما کدی کرد زردک کود وطنیام داده بوده دو خواه مینه وفا. بله مصروف کارهای هنری هستیم؟ بله ها. تا به حال چند پارچه شده؟ از 20 بالا شده؟ تصویری؟ تصویری 20 بالا نشده. آهنگ پنجمیم است که کلیپ کردم او را. بخیر بعد از عید میبرایم. با عید خواندین آهنگ؟ بله ها. خب بله ها خواندیم. یک زمزمه کوتاه لایف اگر بر جوانا و بیننده های زمزمه بکنی؟ چرا نه؟ میشه؟ چرا نه؟ از چی میخوانین کجا آدرس بکنین بله، شان خالد گفتم. جان میفهمن؟ بله. ای با گل من زیبا گل من با تو معلوم نشد رازای دل من. ای با گل من زیبا گل من با تو معلوم نشد رازای دل من. با تو معلوم نشد رازای دل من. سفید سیم پوش کالای سیارم با جلوه می کشی ظالم تمارم. با جلوه می کشی خوندارو میشی جوان هستم بی روی خدا را. ای با گل من زیبا گل من با تو معلوم نشد رازای دل من. با تو معلوم نشد رازای دل من.
مقبول خانده. تشکر. ها اشتیایت یکم کنده شد سست شد چه بالا؟ چی را جلوی صاحب؟ اشتیایت گفتم. نه اشتیا است خود دور ماندی اوره. یک وقفه کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم. وطندارای نازنین باز هم شما را خوش آمدید میگیم. خوردی هم میمان مسکینه نگفتی بگی شما میل دارین ندارین اشتیا دارین. بگی وقت یک انگور شیرین است ایرا ما از بای محمد آوردیم از کاکا قندی از باغای کاکا قندی است نه یک خوب شیرین انگور است که مثل قن واره گلون ترنند است او قضیات نه جلالی او بچه دیگه برنامه رو ما دا چی ثبت کنیم خمینه برنامهش آخر میگرفتین اینی کلاس پوست میشه که تو نخوری نوش الو نوش خب مینه وفا جلالی صاحب جان مینه وفا رو بانک دیگه انگور خود بخوره خب مینه وفا هر دقیقه کدام استاد در سر امی تخته دایره را رسم کرد گفت بخی بچیم گفتی را تشریح هم کو با مثالم بیار گفت استاد دایره چیزی است که دو امی خانما جایی که عروسی شود داریا میزنن گفت مثالش بده گفت مثالش بی بی بک بس کال استاز در رقص نشه داریا یا دارین میزنین؟ نه نخیر. در دختری ها نزدین؟ چوچگک که بودین؟ چوچگک که بودم نه نخیر. نه او بچه‌ام این اینجا کسافت دانیست پرتو اینجا ما جلوی سه دجیز بانده بدیری حالا همه قنفر نمی بود اگه می پوستش نمی خوردی نه میگه کدام بچگک ایره پرسان کردم تذکره میگیره گفت پیش بیا که آمد اسم ولد دیگه گفت مجرد هستی یا متعل گفت نه مجرد هستم نه متعل من دکاندار هستم خب بس بفرمایید یک بچه میخواست زن بگیره و همیشه مادرش الله میگه زن بگی چی میگه خب دیگه مادرش گفت من میرم نفرا رو خبر میتم که عکسایشان بیارم برای من خوش کنم باز برات میگیرم خب یه نفر آمد چند عکس نشان داد گفتی یک عکس نشان داد گفتی زیاد فیشنی است که گفت نه به درد نمیخوره دیگه نشان دیگه گفتی خوب است باز گفتی از خاطر چی خوب است گفت آشپزی خوب یاد داره کالا خوب میشه ظرف خوب میشه دی خوب میکنه یک دفعه بچه گفتم میره بگی بچه گفت خب مادر تو برام زن نمیگیری مزور میگیری یک بچه دیگه بابی خدا گفت برای ما زن بگی گفت برو هر دختر که خوش میکنی اما یک تار مویش بیار که ما یک معاینه کنم که مو دختر صحیح انسان است شوخ نباشه مقصد کتی همسایه خود تار و بار نداشته باشه چیزی خوی بچه رفت یک دختر خوش کرد یک تار مویش آورده می آقایش که نشاند آقایش گفت نه بچه میز بسیار چشم چران دختر است ایره خود نگیری ایره او صندوق این شگان هفتش 10 تار موی آوردی آقایش نمی رقم امی بچه پیش خود اشتباهی شد که می آقای من ناقلاف میزنه یا میفهمه تو باش تو ما یک کار میکنم رفت یک تار موی بوبوی خدا پوته کده دزدی کده آورده آقای خدات گفتی نی دختر او بچه هم گفتی را نگیری که ایره خود ما یک خودی ما ماچ کدیم که تو بکن این بچه دید که والا براستی آقای میفهمیده والا کارشناس مسائل زنانه از خاطره ها قصه بکنی خاطره ها کل زندگی خاطره است بله خب یک خاطره جالب من براتون بگم یک کنسرت داشتم دمی کابل و ما که نفرها رو زیاد ببینم یک کم میترسم خب برود داره یا بی بروده
اردوشه بله. که زیاد باشن. زیاد نفر بودن و هنرمندان زیاد بودن. یک چند هنرمند رفتن، من گفتم 3 نفر مرا بگیرین. خب گفت درست است. اینا رفتن خواندن، نوبت ما رسید. رفتم سر استیج، پلی بک بود. یک آهنگ پلی بک خواندم، باز نمیماندن که فیلمبرداری کنن کسی را. دیدم کل بچه‌ها موبایل خود کشیدن فیلمبرداری میکنن. یکیش گفت نکن. دیدن جنگ میکنن، ما هم خوانده رئیسم. دیدم لطکوف که شد. جلالی صاحب ایتو ترسیده بودم مایک بین داد خودم بگرست. ایتو یک رقم ترسیده مایک سنداختم دیگه، خواندن چالان است دیگه. خب پلی بک بود. خواندن چالان دیگه لطکوف شد دیگه. نه خونجا که جنگ خسته بود، یک کاکا را کش میکه کاکا جان بگی پلی بک است میره بخوان من میرم. جالب کی بود که یک بچه دو بچه رقص میکرد، اونا جنگ میکرد. من چی میگفت تو خانده برو، ما رقص کردم میرو اونا جنگ کنم با نه. یک جای جنگ، یک جای رقص، یک جای آهنگ. بله. در این وطن من میگم هیچ چیزی شام شک نیست. ببینم تو برآمده. خب دینیم یکم تو یا سعی کنی که مچه میگنی رقص پالوانی چی است؟ تو ملاق زدن نکاست یکی دیگر امیره میگم جنایی صاحب والا مرض قربان گرفتی. بیا در این چیز خود که میزنی گنجشکه کده که مردم بازی کنه دیگه، که میزنی خود گنجشکه کده دیگه. این چیز بخیر من چک نزدیم. او روز باز دم ملل متحد گفت بچه بازی بند است. من چک زدیم. اولا فکرم نبود. اولا فکرم ملل نبود. متحد گفته که از برای گفتن بیادر قند خبرهای بی بی سی که جلالی بازی بس است. جلالی بازی بچه پدر تا قاف قیامت رواج است. بندش نداره. بندش نداره. جلالی که باز نباشه باز هیچ وقت دیر نمیشه نیم. جلالی نه خب مثل ما جلالی صاحب همه تیگاه نخ بگه بی چوچه خوب. یک روز مرا ترافیک استاد کرد، تا سکت بالا سکت برای فبیله سایس جاور سایرت کمی سعی کردم که لیسان جاور سعی نه خدا گنگه داست آفادا برای گفت گنگه زوچو لیسانس جاور سای فقط پدرست برای زوچو خلاص شو باز گوشتن آفادا نه سعی کرد دمی اسناد موبایل زنگ آمد که بیادر خان مکی بازار بیروم برای تو گل ها بیارم تو کی کج میکنی کی راست میکنی کی خیال میکنی گردونه در راز میکنی او قدی پاستا لیلی جان آینه بدست لیلی جان او قدی پاستا لیلی جان آینه بدست لیلی جان این کمی خلاص یک را ترافیک همه تا گرفت گنگه بچه هم جواب بده موبایل یک روز ترافیک مرا استاد کرد. من گفتم خیرت است. گفت چی خیرت؟ وقفه است. وطندارای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. بیکار نشینی و بچه. جلالی صاحب نمیگی آهنگام داری؟ آهنگام میخونی؟ یک آهنگ رپ داریم میخونیم جلالی صاحب. آهنگ رپ میخونیم باید از لباسات وطنیست. وطنیست باید از لباسات تبدیل شوه. خب در رپ مجبور لباس تبدیل شود. خب خیلی باز وقت داریم برش. وقت داریم. جلالی صاحب میگه کدام یک دو دانه پودری در این پارک سه ورشته بودن همین گازکایی که چرخ میخورن این میره که دزیر اشته بودن یک را گفت ای لالا همین تو نمبر شاروال داری؟ ای گفت اینه گرفت زنگ زد شاروال صاحب سلام علیکم جور هستی و خیر هستی
اینه میگه که اینه از وقتی که این پکر شاندی منطقه خونک شده یک دیگه. باز اینه تو میگه یک شرابی دیگه. خب قصه که بروی باز بند شد در خود. بفرمایید جلال صاحب بگین. خب این باش متوقع شرابی بیکار شد. در سر چاه ساشته بیم 16 یکی دیگه آمد گفت چی است؟ طرف سعی کرد 13 ایران گرفت در چانده گفت 14 حیرت. خب نه تو دل نندادیم سام سیجور هستم خوب هستیم بخیر نگفت فکاییش باز تکرار میکنیم. افتی یکی نشه استاده است میگفت 15 دیگه آمد چی گپ است گفت 16. جلالی صاحب به سابقه افغانستان که کت نیپال بودن، نیپال که 3 گل زد 500 روپیه شرط داده بودیم که افغانستان ببره. صبح که شد از او 1000 گرفتم، از تکرارش هم 500 گرفتم. خیلی شرط کتی لوده میزنی. میره ناخ کاکاو دادی این حال باز کیله میخوره. مریض نشید روز عید. نه باشه من خودم آوردیم. خودش داره بخوردنی نمیگرده. این از پسته اینجی باشه. جلالی صاحب من ترکاری فروش هستم. ترکاری خیلی به صحت انسان فایده دارم. خب تو فکر کنم یاله جوس مک زدم. دانه تواز نکفتش رنگ معلوم میشه. یاد بچگی ها بخیر. در خیش قومتان کدام آدم اصلا قیشتی ها داشته باشه؟ نه به خدا اول دفعه دیدیم، برای ما بسیار جالب معلوم میشه. جلالی صاحب یک پیره در فروشگاه ایره بسیار یک دو رفتم در این فروشگاه قرار قدمی بانجان سیاه را پوست کرده. چی میکنین جلالی صاحب؟ خدا مهربان است که دبای نمی کیله برای جواب یک چیز خاموشی میفهمی چی است؟ یا رالو شوا نه 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 یا رالو شوا نه 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 لا 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 نا 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 جلالی صاحب فکرت باشه نرمندا که یکم جای بند میماره با دمی لا 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 تیرش میکنه. نه کدام تا قواز مردم سر نان است میبینه. و بچه در گوشی کی میزنی؟ کدامون نرمنداره میگی تو؟ نه شما آوازخوان هستین. هنرمند ما و جلالی صاحب هستیم که 70 رقم خدا کج کار میکنیم. عزیزه پیشتر گفتم من یک سوال کردم. ما هفتم یگان چیزی میگی من خدا چپ میگیرم. اونم جواب یک طبقه مردم اونم چپ بودن کفایت میکنن. به افتخار جلالی صاحب. در شهر کره یک چشمان پاچاست. خب دیگه جلالی صاحب گفتی گپ من خلاص نمیشه. کو هر چقدر بلند باشه از سرش تیاره میره. واضح گپ پل از خاطری هست که از زیر شو تیر شوه. سالی که نیکوس از انتخاباتش پیداست. آدم نادیده رای دادن خطاست. درد شکم میره درد انتخابات نمیره.
حالا خب انتخابات جور شد. رای دادیم به مردم وقتی خلاص گفتیم به نام خداست. پیسه گرفتیم خوب فراوان. برکت نداشت پس رفت. سرک هر چقدر خوبی باشه موتر تیز میره. موتر کلیش نباشه چالان نمیشه. یک آهنگ از شما میشنم. زمزمه؟ بله زمزمه. توبه 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 د بی وفا اشنا نه زما توبه د مطلبی اشنا نه زما توبه نکوم یاری هلکا مکه وزاری نکوم یاری هلکا مکه وزاری توبه 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 د بی وفا اشنا نه زما توبه د مطلبی اشنا نه زما توبه نکوم یاری هلکا مکه وزاری نکوم یاری هلکا مکه وزاری توبه 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 توبه. یک وقفه کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم. وطندارای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. شد میمان؟ رفت. نان خوردن رفت؟ نان خوردن به خیلم رفت. اشکمش سیر نشد اینجا نه؟ ما رو خداوند فضل کرد میگه کدام جای کسی میمان رفت همی صاحب خانه همی هر چی که آوردی میمان خورده رفت همی هر چی که آورد خورده رفت. خدا آخر دیگه قطق متق نماند. یک دو سه پارچه نان تندوری دبل ماندی. آدم شروع کرد والا همی نان خوش سر نان ثواب داره. همی کنده کد خورد و کنده کد. آخر ام بچه خدا صاحب خانه پس کش کردی سو بیا بچیم کالا تو را ثواب گفته نخور. حالا خوب شد که رفت با خودت نخورد. دیگه خورد. سیر نمیشد. یا My name is Agha Vyadar. My brother name is Vyadar Agha. My father name is Gul Agha. Zindagi mo gham gashta, shab roz motam gashta, khune mo shabnam gashta, maga sar jam gashta, javan mo mutade podar gashta. ایران بریم پودری میشیم پاکستان بریم انتحاری میشیم آلمان بریم غربی میشیم یک روز قبولی میشیم با دین یهودی میشیم آخر اجنبی میشیم. My name is Agha Vyadar. My brother name is Vyadar Agha. My father name is Gul Agha. گفتیم زندگی باشه امرای شار را می باشه کاش که خوردنی باشه گوشت و پلو قابلی باشه میوه و ترکاری باشه شیر و پنیر صوبکی باشه میوه و انرژی باشه از همه گپ تیر شدیم ناخوردم ما سیر شدیم 40 سال سر را زیر شدیم بابر بودیم شیر شدیم. My name is Agha Vyadar. My brother name is Vyadar Agha. My father name is Gul Agha. امید بود انتخابات هنوز ما شدیم برباد نفهمید اید و برات پارلمان شد بی ثبات چی وقت بیابیم نجات از این خیانت فساد هرچی کرده مناجات قبول نشد مناجات تا کی کند خرابات این کشور ما آباد هلی هستن در شتاب امضا کنیم یا جواب که برسن به مراد. My name is Agha Vyadar. My brother name is Vyadar Agha. My
و مردن هم خاک این وطن شهیدی این کفن قبول نداریم خوردن قبول نداریم بردن نه باغ و نه چمن نه عیاشی بچره نه عیاشی زن هر کی زنا کنه آخرش دام است لذت خوردن از لب تا به کام است ای سر یک نفر نیست بلکه سر عام است. تشکر. زنده باشی. پس میشینیم خدافظی نکردی؟ نه بیش گوش نشدی بخو. کلش حل کرد. کدام خاطره داری؟ خاطره جالب. فکایی خاطره هرچی دوست داشته باشی. یک روز میرفتیم بازار. بازار که میرفتم اجاب خدا نکرده بودم بینیم آواز بود وقت یک چند وقت پیش من گفتم شاید مرا کس نشناسه کلگی مرا میگفت نیم باید روی پت بگردیم. خب من خواستم گفتم نیم من امروز روی خدا واد میکنم کس مرا نمیشناسه. خب رفتم میخواستم لباس بگیرم یک چند دانه خانما بودن دمی گردی مرا طرف من سعی دارم باز خنده میکردن سعی میکردن خنده میکردن آخر نشد بالاخره آمدن در پیش من. یک روز این همه تو گپت یادت نره سینما سیل خنده آخر تو کم که بینیم پاک باشه. خب باز آمد پیش من گفت مینه وفا نیستی؟ من گفتم نه شما اشتباه کرده باشی. مینه بی وفاست. گفتم نه شما اشتباه کرده. گفت نه با خدا با قنامت رو در تلویزیون دیدی؟ من گفتم نه شاید یک کس را دیده باشی. گفتم همشیره مرا آزار نتی. گفت نه خیلی بیام رای ما یک عکس بگی. خب گفتم بخو مینه وفا نیست من چرا هم رای عکس بگیرم؟ گفتم مرا بازی میتی خیلی من دیوانه هستم کلان زن هستم من. حالا دیگه همه ببینم بشناسن. بله محبت هاشان هستن که مرا میبینن عزت میکنن ناز میتن. محبت خودت هستی که نامت مینه. بله نام ما مینه است من خود ما محبت هستم برای تمام هموطنان عزیز خود از طریق آهنگای خود خدمت میکنم برای شما محبت میتونم. زنده باشید. تشکر به شما. بخیر باشید. مگم استادکایی امروز هیچ نخواندی برام. خب شما دیگه وقت برنامه کم بود نگفتن که باید نخوانیم از این خاطر. خب بله دل ما میگم میمون به تکلیف نشه میگم راحت باشه. ما خود در حواسخانه هستیم باید برای ما کدام مشکل نیستم. نه گفتم باش من میگم تا که میمان راحت باشه. حتی یگان میمان اینجا می آوازخان یکی اینجا مریض بود ریزش رقمک بود بیار گفتم کمپل باز کمپل انداختم اینم اینجا قرار یگان خوندن دیگه جایش سر کمپل بودن اینجا والا استرگ جادوگر کجب رو باند خنجرلری اما زیر کمپل میخوام. تجربه زیاد بود بخیر. تجربه داشت. بله تجربه داشت زیر کمپل میخوام. تو خنده نگرفته. خب از طبقه ناز بودی از چرا آوازخانه هیچ کدامش زیر کمپل نمیخوانه؟ من میگم شب تا صبح زیر کمپل باید خواد خانه زیر کمپل حتما میخوانن دیگه. میگه در خانه کدام آوازخان دزد رفت نه در خانه که طلا ملا و یای خودمان در اوجه که مدرایه این رقمی صدا در گوش آمد دزد بگروز که نمگروزی خیالش که میگم آمدی گیرت کردم. او آوازخان بوده اوه را جمع میکردم این رقمی میکرده این خیالش که این رقم. از پیش کدام دوست میگه از پیش پلیس دوست گریخت. پلیس دوید یک آدم استاد کرد گفت همی دوست نهیدی که رفت؟ گفت صاحب تو که میری چارایی میه تو بخو گفت 4 کوچه از کوچه 4م درای در کوچه 4م که در آمدی 4 دروازه میه در دروازه 4م درای در دروازه 4م که در آمدی 4 تا اتاق میه در اتاق 4م درای در اتاق 4م که در آمدی 4 دانه بکس میه امی بکس 4م اگه فواز کو اونمو جره که واس کردی عکس بابا کلان اومد به سرمو قسم که من ندیدمش. جلالی صاحب همون نفر یک بچه نمت موبایل گلکسی در پیش بوده که میامد پیش دختر گفت چه؟ گفت از کجا کدی را گفت در مسابقه دوش بردیم. گفت چند نفر دوش بود؟ گفت 3 نفر. گفت 3 نفر از کجا بودن؟ گفت یکیش خودم بودم یکیش پلیس بود یکی صاحب موبایل.
پیشتر سر گپ لوده و کمپل آمد میگه لوده در روی سرک خو کرد کمپل سر خود گرفته بوده که پلیس آمد بخه لوده بخه کمپل پاس کرد لوده را زیر کمپل مشناسه. گفت چی میکنی؟ یا گفت خودکشی میکنم. وی اینه گفت نان هوا ما آوردی. وی فقط از گشنگی خودم میکشم. میگم موتر بزنم. وطنداران عزیز تشکری میکنیم از هر دو مهمان خود و همچنان از کوکاکولا تولیدات وطن شرکت حبیب گلزار لیمیتد بخوبه چک مانده یگذره و همچنان از شرکت هوایی آریانا. آریانا همیشه در خدمت شما با تیاره های وطن خود یا که شرکتش از خود ماست پرواز بکنین تا تقویت و اقتصاد ما بالا بره. باز هم عیدتان مبارک. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.